داداش خواهش می‌کنم بفرمایید بیرون. من یکم دیگه میشونه بمالم. خواهش می‌کنم استاد. من خودم اینجا شاگردم. نه. ببخشید. دور دیگه ما اومدیم واقعا این بوده گرم میشه چقدر تجربه بغلتو دوست شما دارم. استفاده کنید. بفرمایید تو خدا. آقا بیا برو وقت ما رو نگیر بابا تو رو خدا. نه بذار قشنگ داره تعریف. بابا جون وقت ما ماموزو یه مادرش اینجوری می‌ذارم. نه اونطوری ما می‌کنم. بطری داریم. اینطوری کنید. ساز مورد علاقه منه. کلید خونه‌تون داخل یوتیوب هم احیانا آها نه یه اسخای میکنم این نه یه دقیقه بذار من بهت بگم. بابا پاساژو دارم الان میبندم بابا. این صدا رو میده. به شب میگم پیشم بمونه. باریکلا. چرا میری تنها ساز میزنی نه فکر می‌کنم. من رو قابلمه یه روز اینوم تو داریم میریم دوربین مخفی ضبط کنیم تو ساز فروشی. بریم ببینیم چه خبره. Let's go. یس. آقا ارادت ببخشید. سلام خیلی خوش آمدید. مخلصیم. خسته نباشین. دستتون خیلی چاکریم. مخلص. ارادتمندم. خیلی سلام خیلی خیلی خوش مخلص. آمدید. وقت بخیر. اگه در تو خدمتم. زانو درد میکنه بشین. بسته باشید. اجازه است؟ بله خواهش می‌کنم بفرمایید صندلی اینجا هم هست. راحت بشید. دم شما گرم. دم شما. در خدمتم. آقا یه چیز باحالیه. صدف دریاییه. اینا ساز افکتی ان دیگه. استفاده میشن؟ بله. چیه؟ شجریان برو از اینا بابا. میخوندن؟ جان نه این قضیه سنجو بکنه خالی نه کردن این ساز افکتی حالا خیلی سخت میتونم بیانش کنید. حالا خب صداش به همین صورت دیگه. اوکی. اوکی. آره. اونجا هم بطری داریم. اینطوری کنید فکر کنم. یکم حالا آره چون واترفال بهش دوتاه میگن. میتونی دوتایی اینجوری کنی. نه آخه خیلی البته مخلصیم. جسارت نشه آره بیادبی کردی. اینا کالیمباه. بله خیلی هم ساز بالا. قیمتاشون چجوری هست؟ هستش دیگه از 1700 هست به بالا. گرونه. کالیمبا می‌خواستین؟ نه اومدیم ببینیم این سنتوراتون چه قیمته. جام اوه، سنتور آقا، آویزون سنتور؟ نیست عزیزم. چون کوک شده. نه اون سنتور نیست. سنتور آویزون نمی‌کنم. ستاره. نه یعنی سنتور نیست. نه دیگه می‌تونم اون سنتورتون موز رو دیگه بگیرم؟ آویزون کردیم. نه ستاره نه عزیزم. جدی نمیدونستم خدای ستاره ولی چقدر قشنگ. آره اینا آره، جدیدن. آره. اوه. ولی خیلی بالا. قیمتاشون چجوری هست؟ هستش ستاره از 4-5 تومن هست به بالا. اینا هم البته این 4-5 کار تومن. نه این کار خاصه می‌بینی. خیلی عجیبه. اصلا من خیلی فکر نکنم. حالا اگه ندیدم. ستار حالا زدی ندیدم. فکر کنم ندیده باشی این سبکی. الان این چنده؟ این کار 20 تومن. 20 هارد 4 کیس تا هم پیچ داره. انداختیم اون بالا 20 تومن. دیگه خب تخصصشونه دیگه ساختن و چیزه فکر میکنم ساخت استاد شجریان باشه. نخیر عظیمیه داداش. عظیمی. مهر داره. دو مهره. واسه همین یکم خیلی ساز بزن عظیم. برام ببینم ساز بزنی. احسنت. در میاد برام. شوخی کردم. این اصلا یه آرامش قشنگی تو ذهن آدم خراب میکنه. قبول داری؟ فقط دیدی ستارو؟ کلاس میگفتی؟ یه نه ایول. یه 4-5 جلسه رفتم. ولی خب خیلی دوست دارم سنتور رو شروع کنم. آقا آره. اینو به این گفتی نه فقط می‌خواستم اینم که اطلاعات عمومی شما چه بذار من میزنم داداش. خواهش کردم. یکم ساز حساسه. بله. ساز آکن. داداش دیگه از این سازا نداری؟ ساز مورد علاقه منه. این چیه این واسه امیرحسین آقاشیم. اون چایمز کلیددار بهش میگن. او ستار گفتی میزنی؟ اینا رو میگی تو پاچه مردم؟ نه بابا این چه چایمز یه نوع کلیددار. ساز افکتیه دیگه. داداش خیلی جالب. من از اینا میسازم. کلیده باغش گرفته گذاشته. جدی؟ میخوای بیارم برات ببینم نزدیک. آره دوست داری اگه دوست داری. ممنونم. داداش میشه من از اینا بزنم کنارش؟ اونا اصلا چی هست اصلا میدونی؟ این نوته؟ نه دیگه این چایمز کلیددارشه. این از اینایی که پشت در میذارن در باز میشه. حاجی ولی واقعا صداش فرکانس داره. این کلید خونه‌تون؟ نه جدی اینا کلید استفاده شد. بعد این برندش چیه؟ برندش من
مفیدا باید باشه. قیمتشون به چه شکله؟ قیمتش 2500. داداش من همینو میذارم پایه ولی نداره. 500 که خب خیلی اینم اومدن. چیز پایه نداره. لازم نیست. عزیزم. آقا نمیخوام بزنیم سایدش ما اذیتتون نکنه. نه اینو بعدا میذارم. آقا این قابلمه‌ها چند؟ هنگرام منزل فکر کنم نه. ما ماموزو یه مادرش اینجوری می‌ذاریم. نه اونطوری نیست عزیزم اون از کوک در میره. جدی؟ ساز حساسی آره. اینم از اون پیچا داره. خودم هم الان اینجا داشتم. بذار من سرتون ماچ کنم. خواهش نه، کنم نه، بزنم. نه. خواهش کنم. یه ذره اصلا باید بترسم ازت. شب آخر شب هم هست اومدی. قربونش. اینو داشتم میگفتم این نباید تاچ باید خیلی آروم. نباید زیاد دستت بچسبه بهش. بعد ساز حساسیه کلا اشتباه بزنی یا محکم بزنی از کوک در میتونم بدون انگولکش کنم؟ خیلی یواش بزن لطفا. امیر حسین از این انگولک میکنه. بسرمون. رو ریت برو. ساز میزنی نه؟ من رو قابلمه سرت زدم. فقط مراقب باش. ببخشید. چی جوی؟ ای بابا. اینجا خیلی مغازم کوچیکی ببخشید با حواست باش. اینجا واسه ویدیو اجنه خوبه. کسی بخواد جنمن بگیره بیاد دست شما اینجا. در نه نه خب به شما جسارت نکن. نه جدا از شوخی خودتون هم ساز میزنید. بعد سازم تدریس میکنید. آره سازم تدریس میکنم. سازای کوبه‌ای. همینشون. منم آخر شبا همون قابلمه که گفتم کوبه میزنم. آره مراقب باش. آخر شب فقط. میشه خواهش کنم کوچولو برامون ساز بزنیم فیز ببریم. البته اگه وقتتون نمیشه. البته گفتین من عجله دارم این مقدار بعد زودتر برم. چه سازی برات هم ساز خودم آره آره کاخون هر بزنم سازی برات. که هر سازی که دوست داریم. فقط سنتور ببخشید که خدا بخشید دوستان اسمشون امیر حسین هستن آقا اسم کیفام رو گذاشتن هر دو اذیت نشه الان دوستش میکنم کاخونم علاقه داری؟ من آره بابام از اینا میزنه. از این تبلای بفهم. الان ساز بزنم برات. اشاره کنم یه فیزی بدیم. نوت نداره یه نوع زینتیه داره استفاده میشه. گشت خوست. من میتونم بشنم روش؟ آره بفهم. حساسه بشنم روش؟ یه از اون سازاییه که تو محرم میزنن نه؟ تو دست نه از اینا ساز. تو دسته که اونه که اونجا تو خوبه. دسته. فقط اگه میخوای تست کنی تست بکن چون من عجله ساعت هم در میارم که با خیلی پاساژو راحت دارم بشه. میبندم. بریم هر با هم بریم. اینجوری زدین؟ پاک باید عقب باشه. اینجوری. ماشاءالله هنرمند. نه بابا درس پس میدیم. یه کوچولو گرفتی یا نوازنده دیگه داشت من بهت میگم عجله دارم میخوام برم میگم داداش تو رو خدا نزن رو ساز شدن دیگه نداره که. نه ما مانی به سازی بدوزیم بریم. ساز ای خیلی بابا. حالا تا من صبح نوازم نوازم. با حالا گوگل تا باش. صبح دوربینا رو مشتبه جان بیا داداش سلام آقا ارادت سلام علیکم وقت بخیر آقا مشتبه از دوستان بنده زنده باشین علی سلام کرد دوستان فقط من باید زودتر برم داداش، اینو گفتی الیانا چند این داداش خواهش کردم نزن رو بله، ساز بله، دیگه. اصلا. اون ساز حساس نه خب بالاخره هر کی بیاد یه انگوش نه نباید دست بزنی دیگه آها تو سوراخ میکنین انگشتو؟ نه عزیزم نه، شوخی. نه بعضی زدم وقتا برات. مثل اینکه اینجا بعضی وقتا این داداش لبه خواهش است. ما بفرمایید بیرون من یکم دیگه میشونم من مالم. خواهش کردم ساز من باش. خودم اینجا شاگردم نه. عزیزم قربونت برم. قربونش، ببخشید. دور دیگه ما اومدیم واقعا یه مقدار گرم بشیم چقدر از بغل تجربه تو دوست شما دارم. استفاده کنیم آقا، بفرمایید تو رو خدا شوخی کردم. مشتاق نه. جان اصلا میگم الان میریم ما جدی فیز جدی بردیم میریم. واقعیت آره واقعا خیلی عالی. فیز بردیم دست بوسه ما ببخشید ما اذیت هم کردیم من خودم ساز میزنم دیدی آره چند تاشو برات میزنم خودم خوبه میزنم ولی افتخار روشنی بهتون نداشتم حتی میدونم اینجا مغازه استاد پوراکبره استادمونم آره خودتونم میشناسم من ولی خب با خودتون افتخار آشنا داداش تو رو نداشتم خدا اون ساز دیگه ساز حساسیه نه دیگه ازش سلام بفرمایید بشینید میسم شما دوستمون آره بشین همونجا بشین آره خلاصه ببخشید ما شوخی اگر عجله دارین که جدی بریم پاساژو دارم میبندم خب 2 دقیقه دیگه میریم پس داداش پاساژو دارم میبندم بهت میگم ای بابا
حداقل این خودشمون رو بگو چی میزنه. مشتاق جان باید بگم اینجا. آره همینجا بزنه. نه میگم حداقل بگو داداشمون چی میزنه. حداقل ببین داداشمون چی میزنه. داداش این چیه احیانا خدا داداش نه، خواهش چون- می‌کنم سازا چون حساسیه. اینم واقعا صدا نه جدی من ساز تدریس میکنم. ساکسیفون در خوبه با ساکسیفون میزنی چه کار دیگه نمی‌کنی. یعنی این سازم کلا در این. چون اینم واقعا خیلی صداش به اون نزدیکه نمیدونم چرا. نه بابا آقا اون هنگرم تو رو خدا نزن. باشه این دوستمون رو معرفی کنم و بریم. دوستمونم آقا مشتاق از دوستان نزدیک. میشه براتون کنم. وای دست به پایین نبری. چقدر آشناسیم. تو اپاش کاری نکنی. مشتاق جان نه میشه کم یه کوچولو دو دقیقه من دیگه واقعا میخوام برم. آخه پاساژو دارم میبندم بریم. عزیز من. یه 2 دقیقه برام اینو من می‌تونم داخل یوتیوبم احیانا آخه نه یه اسخای میکنم این نه این از این اون نیست؟ نیست. نه؟ این من فعلیت بچگیام بوده آه. آرزو داشتم. نه من آخه دیده بودم اینا. ولی من یه دونه دیدم جدی اینجوری صداش نکن. نه. نه یه دقیقه بذار من بهت بگم. بابا پاساژو دارم الان میبندم بابا. این صدا رو میده. داری اذیت میکنه آخر شب اومدی و مشتاق من نمیدونم میگه میخوام برم نمیره بیرون دیگه. نه ما دیگه واقعیت گرمم شدیم بریم دیگه. ما خودمون همه رو اذیت میکنیم 10 سال پیش. الکل میخورین. دی مشتاق جان این ساز دست شما باشه. دست شما درد نکنه. آقا ما فیز بردیم از تجربه این شما. سمت اگه امکان واقعا. داشت 56% سیبه. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. آقا یه کوچولو برامون ساز بزن جدی ما بریم. خواهش کردم تو رو خدا یک ده یک دقیقه. ده حد یک دقیقه خواهش کردم. حالا یک مشتاق دقیقه خواهش جان. کرد دیگه. یه کارت بکشه اول. حالا بذار دوستان عجله دارن بذار برن زودتر ما هم به زندگیمون یه برسیم. کوچولو یه نه اگه یه روزو برام میزنی من جدی خوانندم. اگه 2 روز اگه 2 روز. یه ورسشو تو بخون یه دیگه فقط اینجا مراقب من باش. عاشق این فرشای قدیمی ام اصلا قدیم. داداش تو رو خدا اذیتمون نه نکن اینو بابا. جدی دیگه دیدم اذیتت دارم میکنم گفتم یکم دیگه اذیتت کنم. مشتاق جان زودتر سازو بزن برای یه دوستان. دونه سالمینور مالمونیک میگه. مشتاق جان زیاد به کوک هم نیاز نیست. آقا بیا برو وقت ما رو نگی بابا تو رو خدا. نه بذار خیلی قشنگ داره تعریف. بابا جان وقت ما رو داره خواهش بابا. آخری یه کوچولو بخونم خواهش خواهش. برو یه آه دیگه برو دوباره. قشنگ از ته وجوده دیگه. شما اینجوری میگی من خندم میگیره. داداش شما دست ندم سازو. چشم. تو اصلا اونجا دخلو بزن. رفت خب بعد 24 ساعت بشین فقط دوربین نیم ساعت اینا اومدن چک کنیم. بخون داداش. بخون شما بخون. بریز پیشم بی‌خبر اسیر رویاها میشم دوباره به شب میگم پیشم بمونه. باریکلا. به مشتاق باد جان سازو میگم بذار بالا تا داداش. صبح سازو بذار بالا بفهم. به خونه از دیار یاری چرا میری تنها میذار. ما همینجا خود بخون با هم بخون. اگه یه روز اینوم تو گوش من صدا کنه دوباره باز ببخشید من گرفتم که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دباشه بره توی تموم جونم که راست و نماز داداش دوربین مخفی بود نکن دوربین مخفی بود. بذار روبوسی کنم بریم روبوسی کنم فقط اسخای ازت کار بریم. حس می‌کردم آخر شب اومدی. نه اون تو یقهش نگاه کن اینجا این کیفه می‌بینی اینجاست. حاجی خیلی تو نفهمیدی اومدی 1 ساعت به قرآن تو مغازه سوال میگردم حالا چجوری اجازه باید بگیریم. قبل اینکه علی دمت گرم. سری جمع کردیم. 1 ساعته بچه اون کیفو میاره بالا با کیف اینجوری بازی میکنه این میبره پایین این میاره بالا این میاره. ما حواسم باید به شما باشه. این ور میاد پشت دست من میاد. شکر خودت وای این بغلش خیلی عالی میره بغلش. دادا خیلی خیلی این ساز قشنگیه. تو رو خدا این ساز حساس. من آموزشگاه حالا تو که فهمیدین اینستا دیده بودم به نظر جز خفن ترین خواننده و نوازنده گیتارن. شما رو هم دیدم که خون میزنی با استاد اجرا رفته بودیم. مرسی.
ما افتخاری نداشتیم استون من کرد شما رو شانس آوردیم نمی‌شناختم. قربونت بشم ارادت ببخشید من اگه حرفی زدم ببخشید دیگه جسارت آره. کردیم و اذیت کردیم. چی داریم یه لایک به ما میدی؟ آره اوکی این اوکیه؟ آقا دوستتون دارم. خیلی مخلصیم از شما.